سلام و درود دوستان عزیز. 14 سپتامبر در قزاقستان در شهر الماتا لیگ ACA یک مسابقه بزرگ برگزار خواهد کرد و در آن 4 ورزشکاری تاجیک برآمد خواهند کرد. یکی از آنها بهروز ظهورов با تخلص اونبک بر ضد ورزشکاری داغستانی مراد مگامدov. مراد مگامدov 15 جنگ دارد و 14 تا برد و 1 تا باخت. طرز نمودی ورزشی مراد مگامدov گشتین است. اون زیادتر گشتین میگیرد، در پرتر جنگ میکند و زیاد همون حریفانش با طریق بوقی کردن برده است. و بهروز ظهورov باشد راستاز جنگ رو دوست می‌دارد، ستویچنیک از گفته روسا، و حتی سال گذشته ورزشگری سال هم بود در روسیه و $50,000 تحفه هم گرفته بود، از یا 10,000 یا 50,000 در خاطرم نیست. بهروز ظهورov خیلی راستا خوب جنگ میکند. اگر مراد مگامدov بر ضد بهروز ظهورov 14 سپتامبر راستا جنگ کند، بهروز ظهورov از تاجیکستان شانسی زیاد دارد که این مسابقه را برد. دوستان عزیز، بهروز ظهورov را در کامنت ها دستگیری کنید و ان شاء الله که روز 14 سپتامبر در الماتا بهروز ظهورov موفق خواهد شد و دست بالا خواهد شد. با کانال مشتی تاجیکی ابونه شدن رو فراموش نکنید، زنگولچه رو زیر کنید و ان شاء الله که ما را خبرهای خوب در پیش انتظار است. 4 ورزشکاری تاجیک در 14 سپتامبر در قزاقستان اشتراک خواهند کرد و من شما رو با آنها حتما شناس میکنم. در پناه خدا باشید. خدا یارتان باد.